زبان خود را حفاظت بکنیم از گفتن سخنهای بیهوده. روزه گرفتن به این معنا نیست که ما فقط دهن خود را از خوردن و از نوشیدن منع بکنیم و از چیزایی که خدا ما را منع کرده از دید خوردن و نوشیدن و یا هم بستری کردن و این مسائل. تنها این مسئله نیست. روزه گرفتن تمرین تقوا هست. من خودم میگم به اصطلاح ساده روزمره خود میگم روزه گرفتن تمرین آدم شدن است. روزه گرفتن تمرین تربیت است. روزه گرفتن تمرین هدایت به سوی خدا هست. روزه گرفتن تعلق با قرآن کریم گرفتن است، با روزه و نماز و با مسجد گرفتن است. اصل روزه به خاطر ما دیروز ببخشید در درس گذشته ما یادآوری کردیم این دستور خدا، هدف خدا را بیان میکنه که از روزه گرفتن هدف خدا چی است که سر ما روزه میگیره. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. باشد که شما با تقوا شوید، نگفته که باشد شما لاغر شوید، باشد که مشکل میده های شما حل شود، باشد که شما یک کمی از شکم خوری و شکم پروری و شکم پرستی ما دور شوید. هدف روزه گرفتن تنهایی نیست، تنها هدفش نیست انسان از دروغگویی دور شود، از سخنچینی دور شود، از غیبت دور شود، از دشنام دادن یک دیگه دور شود، از سخنهای بد دور شود، از گپای زشت دور شود. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به حدیث بصراحتا میگه، حدیث بخاری نقل کرده، میگه من لم یدع قول الزور والعمل به، کسی قول دروغ، سخن دروغ، سخن باطل و عمل به او را ترک نمیکنه. در اخیر حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید که الله متعال نیاز به روزه گرفتن، به نخوردن، به خوردن و نوشیدن این نفر که خدا باز میداره ضرورت به این نداره. یعنی روزه گرفتن این شخص هیچ فایده نداره جز ای که فقط اونمو گرسنگی و تشنگی و خستگی رو سپری کرده و بس، تمام دیگه هیچ مفیدیتی نداره. یعنی جالب است که ما هم تشنه شویم، هم گرسنه شویم، هم خسته شویم، هم انرژی ما کم شود، هم ثواب نداشته باشه. واقعا این جای افسوس است. روزه به این خاطر است که ما مثل که دهن خود را از خوردن منع میکنیم، دهن خود از غیبت کردن منع کنیم، دهن خود از دروغگویی منع کنیم، دهن خود از دشنام دادن منع کنیم. این به این خاطر یک روز دو روز یک ماه سرمایه تمرین میکنه که بعد از رمضان ما میگه پا رو تکرار نکنیم یا پای زشت نگوییم. هی وقتی که دهن ما از خوردن منع باشه، دهن ما از نوشیدن منع باشه، غیبت جریان داشته باشه، فایده این روزه به نظر از دید عقلی نقلی رو سر جایش میگذاریم، دستور شریعت سر جایش میگذاریم. همین نخوردن و ننوشیدن چی فایده؟ خود درست است که یک کم صحتمندی مشکل معده حل خواهد